بینندگان محترم، شما به خوبی می‌دانید که چند سال مقدم از این یکی از طبیبان شناخته امروزه تاجیک ملا ظهور طاهری در سمرقند شده چند سیانس برنامه برای بیماران، برای آنانی که شفا جسته به سیانس های این کس آمدند نمایش داده بودند و بسیاری ها از این برنامه ها شفا یافته خیلی ممنون گردیده بودند و از مابین چند سال گذشت امروز ملا ظهور طاهری باز مهمان سمرقندند و صحبت امروزه ما به واسطه در قلب پرجوش و خروش شهر کهن در میدان ریگستان صورت گرفته ایستاده است و پیش از آن که من با برادر همه ما و شما ملا ظهور صحبت آرایم، آن کس را به سمرقند خیر مقدم میگویم، خوش آمدید میگویم و اینک بسیار میخواستم اولا مراد از سفر امروزه شما چند سخن بشنویم و صحبت دوام داریم. تشکر، سلامت باشید. من که خود زاده وادی زرافشان هستم. زرافشان در راه زر میفشانی، به ساحل در و گوهر میفشانی، ثمر بخشی به صحرای سمرقند، بخارا را عجب بر میفشانی. البته من گاه مهمانی سمرقندی ها شده میستم. طول 15-20 سال هست نان و نمکی اینجا خورده میستیم و چنانه که استاد میرزا ترسنزاده گفتند آدمان از دوستی یابند بخت، دشمنی آرد به مردم روزی سخت. در آن دوره‌ای که ما رفت و آمدی زیاد داشتیم، قریب اکثر هر هفته یکی از تشریف های ما مثلا به سمرقند می آمدیم، سمرقندی ها به دوشنبه آمدن و این جنگ بی منطق بی امان که آدم ها را پریشان کرد و امروز وقتی که من در یونیورسیته دولتی در شعبه فیلولوژی بودم، چندین پروفسورای محترم که در دوشنبه کار میکردم امروز اینجا دیده خودم را خیلی ناآرام کردم که این جنگ چگونه عالم‌های مشهور را از خانه بیگانه کرد. گرچه سمرقند برای ما بیگانه نیست، ما هم از زبان ما یک هست و طول 3 ماه من در شهرهای تهران، در شهر تبریز، قزوین، در شهر قم در ایران کار کردم و آنجا هم از آن جمله در آنجا که ابوعلی سینا در تاجیکستان گوییم، یعنی امروز همچون ازبکستان در بخارا تولد شدن و در همدان گور شدن، گور آن کس را زیارت کردم و امروز هم باز آمدم که از ابراه گذشتگان سمرقند هرگاه که مثلا ما یاد گذشتگان کنیم البته کار ما پیشرفت میشه. تاریخ ندانسته انسان پیشرفته نمیتواند و این سفری من به یکی از صنعتوران بزرگ تاجیکی امروز ملت تاجیک را در تمام گوشه و کنار دنیا مشهور کرد. در اسرائیل، در امریکا، در هندوستان و پاکستان جوربک مرادov هست که بخشیده به 50 سالگی آن کس ما یک کتابچه با نام عالی مقام تیار کرده بودیم که حتی ما این کتابچه را از سبب جنگ های بی‌معنی در تاجیکستان چاپ کرده نتوانسته در نشریات ازبکستان چاپ کردیم و امروز من این کتابچه را همچون یک تحفه به مردم سمرقند آوردم که بار دیگر دوستی ما را مستحکم گردانند. آن حافظه که با سرود خود به آدم ها دوام بخشند، یعنی هر یک سرود خوش لپش هر عضو را به لپش آورده کار دل، رگ‌های خونگذر، معده و روده را آرام می‌سازد، حتی بیدارو هم آدم را طبابت می‌کند. اینجا آوردم و یک کتاب خودم که هر درد را دوایی است. در اینجا هم درباره تاثیر سخن، اصول طبابت با سخن، تاثیر موسیقی بر ارگانیسم انسان، ترس و وهم چیست، کردن نفرات چیست، در اینجا خیلی با زبان عادی و ساده برای مردم پیشکش شده است که ما این را هم برای مردم سمرقند همچون یک تحفه آوردیم. و اینچنین نخست شماره 9 مجله شفا که از سال 1992 چاپ شده استاده است، شماره یکم و دومش هم برای مردم سمرقند چند نسخه من اینجا آوردم که آنها هم با فرهنگ امروزه تاجیکستان شنا شده هستند
و در شماره های این مجله بسیار چیزهای طبابتی داده شده است، هم انچنین از طب قدیم هم از طب امروزی تاجیک که هر یک بیننده شنونده میتواند خوانده به دردهای خویش دوا یابد. مقصد از چاپ این شماره در آینده پیشگیری کردن مریضی ها، بیماری ها است که آینده علم طب هم پیشگیری کننده است. ما باید که عموما بیمار نشویم. بیمار شدن این گناه نادرست زیست و زندگانی خود ما هست. مثلا امروز نرخ و نوای دارو خیلی گران هست و اگر ما زیر من این گل‌هایی که امروز شما در گرد و اطراف می‌بینید، مثلا همین گل صدبرگ برای تبابت جگر، مثلا رازینال گفته که دارو تیار میکنه، اگر این گل‌ها رو خشک کرده ما مثلا بر چای استفاده بریم، همچون چای کار تلخدان معتدل میشد، کار عصب معتدل میشد. گرد و اطراف ما تمام گل و گلزارهایی که هستن اینها چیزهای تبابتی دارند. و یک کتاب دیگر ما شرکتی ما که شرکتی سینا نام دارد، کتاب اکادمیک نورالی فیتوتراپی ایمپاتنس، این با زبان روسی نشر شده است. در اینجا هم با اصول گیاها تبابت کردن کمر سستی مردها داده شده است که این را ما برای مردم سمرقند همچون رمز دوستی آوردیم که در آینده مثلا رابطه های فرهنگی ما باز هم مستحکمتر شود. در آن کشوری که فرهنگ نیست، علم و معرفت نیست، آن کشور البته به خرابیزاد مبدل می‌گردد. خوش یک ستوب انسان است، ناجوری او کثافت شیطان است. از بیخردان امید نیکی مطلب، تعمیر جهان کار خردمندان است. من امروز باوری کلان دارم که از پرزیدنت محترم کریموف سر کرده تا تمام سروران ولایت های ازبکستان برای تاجیکستان کمک های بی‌غرضانه کردند و امروز برای باز هم رابطه های دوستی را مستحکم کردند. فرهنگی مردمی آسیای میانه را برداشتند. کارهای فرهنگی میکنیم و آینده نسل ما از خود ما وابسته است و این رابطه های دوستی، این آنچه که از این شعر معلوم شد از معرفت بلند انسان هست و من تمام مردم آسیای میانه، تمام مردم دنیا را به عزم ثبات، دوستی و رفاقت و مهربانی، به تازگی و حلالکاری، به دوستی و رفاقت و سعادت تکلیف می نمایم. و یک شعر و در اینجا من یک چیز را بسیار دانستم میخواستم. الله ظهور، شما همچون طبیبی حاذق شناخته شدید و گفتید که در یک قطار ممالک عالم شرق هم سیاحت کردید و در آنجا هم به واسطه در جای جایش با طبابت شغل ورزیدید. شما با کدام کسانی ها بیشتر سر و کار دارید و با کدام طبابت شما بیشتر شهرت پیدا کرده است؟ خوش، البته میگویند که تنی صحت این بیخ دولت است یا نصف دولت است بعضا میگویند و بهترین بایگری برای انسان این سلامتی است. اگر شما چقدر زر و زیور و طلا داشته باشید و سالم نباشید، آنها به درد شما نمیخورد، حتی شما آنها را تصور هم نمیکنید. و چنانه که شما اینجا گفتید وقتی که من در ایران و در عربستان کار کردم با مردم آنجا، من همچون دکتر عمومی، دکتر باید که تماما با طبیعت نزدیک باشد و همه چیزهای طبیعی را استفاده برد، طبیعت انسان را هم به خوبی داند. خوبی داند. مثلا در این مجله شفا در شماره 1 و 2 که شما اینجا دیدید، عموما 4 نوع مجاز هست، نه که در هر یک انسان آمیخته مجاز ها میشد. مثلا مجاز گرم، خنک، سرد، خشک و در هر انسان همه آمیخته هست. مثلا گرم و تر نمیگی هست اونجا و به واسطه با واسطه غذا ما میتوانیم مجاز دیگرگون سازیم. از ترکیب خوراکی ها وابستگی زیاد دارد. چنانه که میگویند علت مردم زی پرخواری بود، خوردن پر تخم بیماری بود. یکی از عامل های بیماری ها این زیاد خوردن است و سینای بزرگ هم گفتن که یکی از سبب های دراز عمری کم گفتن و کم خفتن و کم خوردن است. و اصول متد های من همچون دانشگاه طبی تمام کردم، همچون دکتری کسله های قلب و روح هستم و این چنین زیاد متد های طبی مردمی خلقی را استفاده میبرم و از آن جمله در تاجیکستان مکتب طب خلقی را ما تشکیل کردیم که در مردم مثلا وقتی که آدم ها پیشتر دست و پا میشکست با علف یونشقه میبستند، چه خصوصیت ها دارد یونشقه، چه کارها را استفاده میکند. مثلا برگ زوف گوییم که آن را اولی مثلا برای زخم ها، زخم معده، زخم پوست،
بیماری های چشم استفاده می بردن و اصولی آدم های دارد تیغ، سخن و گیاه و آنچه که جراحی مادامی که روده ها با هم تاب میخورند یا که در راه های تلخدان شاشدان سنگ هایی هست که وای مخلوط نمیشد، آب نمیشد، نمیبرد، آن را جراحی کردن در کار هست و دیگری آن با سخن و با گیاه. و اگر شما اجازت فرمایید بگرفتم درباره عموما طرز شفا دهی شما درباره امروزه در شرایط بسیار یک شرایط متفجیدی که در تاجیکستان به وجود آمده است، در شرایط بسیار ناهمواری که امروز در سرتاسر تاجیکستان حکم فرماست و ما سمرقندیان را نیز بی پروا نمیگذارد، بسیار چیزها را دانستیم و در چنین شرایط باشد هم شما بسیار کتاب‌های خوب و نشر آماده ساخته به مردم توفه ساخته استاده اید و شما را مردم نه تنها همچون طبیب حاذق بلکه همچون یک ناشیر، همچون استاد سخن، همچون یک شاعر هم میداند، چون که شعرهای شما در صحیفه های مطبوعات توسط مجله و روزنامه ها هم با ما شناسا است و میگویند که در شما از اولاد طغرل هم هستید، طغرل بسیار سخندان هم هستید و خودتان شعر هم میگویید. در این خصوص چند ملاحظه میفرمایید و شعر از خودتان هم برای بینندگان ما قرائت میکنید. تشکر. سلامت باشید. پیش از همه اگر هر یک انسان در وظیفه خود کار کند البته بیکار نمیماند. وقتی که با یکدیگر غیبت کردن و یکدیگر گنده کردن نمی شود، با کار بند می شود. این همه جنگ ها از بیکاری می شود و من که در این در طول این 3 ساله که در تاجیکستان ناآرامی بود، من فقط با کار مشغول بودم، با تفاوت بیمارا که از تاجیکستان سر کرده تا نخات کرد تا ولادیوستوک بیمارهای دعوت میکردن، رفته تبابت میکردن و به واسطه در همین بین وقتهای خالگی هم درد و علمهای خلقم را میدیدم، آنها را برای کاغذ می نویساندم و آنچه که درباره نقیب خانی طغرل گفتید البته ما یک رشته خویشگری داریم، چون که عائله آن کس برای مادری من همچون خاله هستند و مردم کوهستان عموما که در بالای سنگ ها با یک حیات مشکل زندگانی به سر میبرد، به قدری آدم و آدمگری و آر و ناموس دارد میرسد و من حالا یک شعری که به قریبی در شهر تهران ایجاد کردم درباره تاثیر سخن است و این را برای شما پیشکش کرده میدهم. سخن درد است و درمان است، سخن گاه راحت جان است، سخن گاه عشق جانان است، سخن این عمر انسان است، سخن هم روح و هم جان است، سخن پیوند انسان است، سخن گاه تیر و طوفان است، سخن گاه مرگ انسان است، سخن گاه بال و پر بخشد، سخن گاه شود دهشت، به مثل زهر مار آرو، سخن گاه شود دارو. بگذار این سخنهای من به تمام مردم سمرقند دارو شود، همه وقت آسمانش صاف باشد، در ساخانش پر ناز و نعمت ها باشد، همه وقت نسبت یکدیگر حلیم و مهربان باشد و در خانه هر یک مردم دنیا عشق و محبت پایدار باشد. تشکر برای صحبت با شما، اینچنین به اهل عائله شما و تمام مردم شریف تاجیکستان چنین نیت های دیگه تمنا داریم. خیلی تشکر زیاد. سلامت باشید.